چالش پارچه سازی روز سوم، طرح موج. برای این کار میایم اول طرح مورد نظرمون رو در قسمت زیر پارچه پیاده میکنم. بعد از اینکه طرحمو کشیدم شروع میکنم به مثل کارهای قبل ابتدا و انتهای خطی که کشیدم و فقط توی این کار مهم اینه که نکته مهمی که باید دقت کنیم اینه که طرحهایی رو که کشیدیم دقت کنیم مطابق با الگویی باشه که میخوایم به ما اون طرح مورد نظر رو بده. از این قسمت ابتدا و انتهاشو میگیرم، بست میزنم. این ردیفم که تموم شد برای طرف مقابل عکسشو عمل میکنم، یعنی از این قسمت میگیرم و به هم بست میزنم. در نهایت وقتی تمام خطوط کارم رو به هم بست بزنم یک همچین طرح زیبایی رو به من میده.